شیعه نیستی اینو ببینیم و به تنت سیخ نشی. مالک تعریف میکنه تو جنگ صفین خودش 42 سالش بوده، امیرالمومنین 61 سالش بوده. یه از ذهنم گذشت، از دلم رد شد که حالا که دیگه امیرالمومنین پا تو سن گذاشته من از اون قوی ترم. این از ذهنم رد شد. چرا؟ چون دیگه مولا قلاقم نمیکرد دشمن روبروشو، پرتش میکرد، هلش میداد که بره اون. مالک میگه یهو مولا علی منو یه نگاهی کرد، فهمیدم که فهمید یه چی از دلم رد شد. مهار مرکبشو گرفت به سمت حکیم ابن حسین، تازوند به سمتش. مالک میگه گفتم آها حالا این جنگ شد اون جنگی که باید. حکیم ابن حسین کی بود؟ تنها کسی بود که به معاویه گفت من همراهیت میکنم تو جنگ، ولی با 10,000 سرباز خودم و تو حق نداری به من دستور بدی، من کار خودم میکنم. مالک میگه من گفتم من که 19 روز نتونستم یه ضربه به این بزنم. الان میفهمم مولا علی تو چه شرایطیه. حکیم ابن حسین که دید امیرالمومنین حیدر کرار داره به سمتش میاد آماده شد. مولا علی همین که به حکیم ابن حسین رسید نذاش حکیم ابن حسین شمشیرشو به سمت شمشیر امیرالمومنین بیاره، یه دونه از وسط نصفش کرد. مالک میگه یه جوری زد که وقت نکرد رو اسب جون بده. امیرالمومنین برگشت سمت مالک، گفت مالک حالا من قوی ترم یا تو؟ همین مولای مقتدر ما یتیم که میدید دلش میلرزید. تو همون راه برگشت از جنگ صفین یه دوراهی بود. یار امیرالمومنین بهش گفت اگر از این راه بریم 3 روز راهه، ولی اگر از وسطیه بریم یه نصف روز راهه، فقط باید نیزارها رو بسوزونیم. امیرالمومنین گفت نه. گفت چرا؟ گفت این نیزارها رو که بسوزونیم پرنده ها بلند میشن میرن آتیش که گر بگیره، ولی بچه هاشون جوجه هاشون که اونجا هن میسوزن. پس ما از همون راه 3 روزه میریم. افتخار کن به این که مولات علیه، دم قدیری بتر کن، بفرست به شیعه مولا علی. یا علی.